رایان الان بهت برنجو میدم. چه؟ فکر کردی آخه برنج هست خیلی گوشت هست، فکر کردی اصلا هیچی هست اون تا الان. همشو خوردی؟ چطوری میتونی همشو بخوری؟ خب برام بچه هم میذاشتی. گشنم بود بخشی بچه گشنت بود. چی گفتی؟ بچت گشنت بود. بچت گشنت بود؟ نه بچت گشنش بود. Okay. انگلیسیشو بگو. Your kid was hungry. ادوانس ترش کن. Your child was famished. کوچه خیابونیش کن استریت تور. Hey bro, your kid, he was hungry as fuck. با قابلم با ملاقه کشیده. این چیه؟ بگو اسمشو. It's فارسیشو بگو. ملاخ. ملاق نه ملاقه. انگلیسیش. یعنی نه فارسیشو میدونی نه انگلیسیش. خدا رو شکر بچه دو زبانه شد. تو دارن یه زبانت هم از دست دادی. زیر زبانم. زیر زبان.